1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 در ترکی میشه 100. بخوام بگم 200 دو تا 100 داره، درسته؟ اول عدد 2 رو میگم، بعد پشت میگم 100. 200. بخوام بگم 300 3 تا 100 داره، اول عدد 3 رو میگم، بعدش 100 رو میارم. 300. همینطوری تا 900 این فرمول ادامه داره. 1000 در ترکی میشه 1000. بخوام بگم 2000 دو تا 1000 داره، اول عدد 2 رو میگم، عدد 2، بعدش پشت میگم 1000. 2000 2000. بخوام بگم 3000 سه تا 1000 داره، اول عدد 3 رو میگم، بعد پشت میگم 1000. 3000. همین فرمول ادامه داره. بریم با اونایی که یاد گرفتیم این عدد رو بگیم. 56. اول عدد 50 رو میگم، در اعداد ابتدا بزرگتر رو میگیم، بعد کوچیکتر رو. اول عدد 50 بعد 6. 56. 267. اول عدد 200 رو میگم، بعد 60 رو میگم، بعد 7. 267. 1988. 1988. این آخریش هم تو برام بنویس، 10 میشه 10، 2 هم میشه 2. برام بنویس، کامنت کن، پستم سیو کن، بفرست برای اونی که نیاز داره.